با همینجا با سوت داور این دیدار یعنی کیوان علی محمدی دیدار دو تیم آغاز میشه. کمک داور اول این دیدار هم میلاد قاسمی است و کمک دوم هم امین اسکندری. داور چهارم هم حسین گنجخانی است. اما بلافاصله ضد حمله برای بازیکن تیم مس کرمان. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن و اشکان توانا که اعلام خطا هم میشه و یک کارت زرد رو در همینجا در دقایق نخستین دیدار ایمان رازانی میگیره. طالبی رو توپ تاثیر گذاشت اما سیامک توپ رو گرفت. حالا کندل یه فرصت یه شوت که امید پورقنبری میزنه و محمد امین رضایی در اختیار میگیره این توپ رو. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. یه موقعیت عالی برای داماشی ها. یه توپ و گل. گل اول این دیدار زده میشه توسط حسین خیری. حسین خیری داماشی ها رو پیش میندازه. بیژن توپش رو در میانه راه میگیره. ابوالفضل علایی. حالا به چپ میبرن بازیکن تیم مس. وزیری پناه داخل محوطه جریمه. یه شوت از علی وزیری پناه که به بیرون رفت. پرتابی که حالا انجام میشه داخل محوطه جریمه. یه ضربه سر و اشکان توانا که توپ رو در اختیار میگیره. 4 نفر بازیکن تیم داماش در مقابل 4 بازیکن تیم مس. فرصت دیگه و باز هم توپ رو میگیره محمد امین رضایی و همچنان موقعیت هست و توپی که در آغوش میکشه رضایی. حالا یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم مس کرمان از سمت چپ. اجازه کار رو نمیدن. خشایار زبرجد برخورد میکنه به مدافعان توپ خشایار و وارد دروازه تیم داماش گیلان میشه. حالا خشایار زبرجد گل مساوی رو در این دیدار میزنه. داماش گیلان 1 مس کرمان 1. حسین خیری برای داماش. خود خیری بلند به محوطه جریمه. فرصت هست برای محمد رستمی. خود رستمی یه چرخش از رستمی. باز هم فرصت هست برای داماش گیلان. توپی که زده میشه به دست یکی از بازیکنان برخورد میکنه توپ پژمان نجات اما خطای پنالتی نیست و کرنر رو باید بزنن داماشی ها. مس توپ رو گرفتن در میانه میدان. مسی ها صاحب توپ به راست میبرن. یه پژمان نجات میاد توپ رو میگیره اما موفق نیست. باز هم داماشی ها و حالا یه اشتباه بازیکن تیم داماش و گل دوم که اینجا به ثمر میرسه. سعید حسینپور بازیکنی که لحظاتی پیش به بازی اومد گل دوم داماش رو روی یک اشتباه از مدافعین داماش به ثمر رسوند و باز هم توپ رو به هوا میزنن بازیکن تیم مس داخل محوطه جریمه. باز هم توپ اینجا میرسه به سیمانپور. خود سیمانپور یا بازیکن تیم داماش که آزاد جعفرزاده باشه و توپی که در اختیار میگیره محمد امین رضایی و همینجا سوت پایان این بازی به صدا در میاد. برتری 2-1 مس در رشت و شکست تیم داماش